2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. تو چرا میخوای 2 ماه اینجا بمونی؟ خب راستش خیلی تو استانبول موندم. همش ترافیک و شلوغی و سر و صدا. میدونی دیگه، گفتم تا زمستون یکم به خودم استراحت بدم. عروسی زینبم خیلی خوب موقع شد و اینکه فکر میکنم عاشق این جزیره بشم. عروسی زینب درسته؟ خیلی خوب. حالا تو بهم بگو وضعیتت با پویراز چطوره؟ هرچند که گفتی چیزی نیست. کدوم وضعیت؟ بی خیال دیگه. پسر خفنیه به نظر من که میشه. میشه از موضوع دیگه ای صحبت کنی؟ حسیرا نه پیچو دیگه خیلی معلومه. بیا به من بگو به نظر تو چرا نمیشه؟ فقط به خاطر اشتباهات خودمه. ولی این چیزا که با عجله پیش نمیرن. شاید الان واسه شما زمان خوبی نیست. صبور باش. زندگی راه درست رو بهت نشون میده. همونطور که گفتم از موضوع دیگه ای حرف بزنیم. من میگم دیگه منو به چشم دوست پسر قبلیت نگاه نکن ها. جدیم. منو مثل یه دوست جدید ببین. واقعا. بعدش خیلی طبیعیه که امروز همچین حسی داری. اگه میخوای میتونی باهاش حرف بزنی. چرا مگه امروز چشه؟ حسیرا تاریخ امروز رو ببین. امروز سالگرد بابامه. امروز سالگرد بابامه. باورم نمیشه من اولین بار فراموش کردم. چطور همچین کاری کردم؟ بعد سالها اولین باره که فراموش کردم. تو چطور یادت اومد؟ برای تو خیلی مهم بودن. من چیزای مهم رو فراموش نمی کنم، ولی آخه نمیخواستم با این موضوع احساس بدی بهت بدم. متاسفم. یعنی چی بی خیال پای راست شدم؟ ایدیلی که من میشناسم این کارو نمیکنه. من دیگه ایدیلو نمیشناسم خالالیه. اینقدر به پویراز فکر کردم که دیگه اصلا نمیدونم کیم. ایدیل دیگه کیه خالالیه جون؟ پس من یادت میندازم ایدیل آدمی نبود به راحتی تسلیم بشه. قوی بود. حتی اگه میافتاد بلد بود که دوباره بلند شه. شاید دیگه نخواد از زمین بلند شه. من به زور بلندش میکنم. پس وقتی هنوز یه بار مقابلش وای نسادی از احساساتت بگی، وقتی که حتی یه بارم شانس تو امتحان نکردی، چرا تسلیم میشی؟ خاله عالیه، میدونی بعضی وقتا به چی فکر میکنم؟ حس میکنم شما برای اینکه از دست حاضران
خلاص چی دلت میخواد من با پویراز بمونم؟ واقعا که من قبل از حاضرانم دلم میخواست تو رو با پویراز ببینم. چه زود یادت رفت. خیلی خوب. چرا من؟ چرا؟ چون تو خیلی قوی هستی. آدما زنای قوی رو دوست ندارن. چرت و پرت میگم، ولی تو قوی هستی. ولی قلبت خیلی مهربون و ساده است. هیچ کس نمیدونه. بی خیال، بذار ندونن. حتی فکر کنن تو آدم بدی هستی، ولی تو راه خودتو ادامه بده. هر طور شده، هر طوری که شده، یه روز قدرتو میدونن. انسان قدر آدم ها رو بعد از دست دادنشون میفهمه، یا وقتی که فکر میکنه از دستش میده. وجود بعضی چیزا در نبودش درک میشه، فقط در این موقع درک میشه. داداش عصبی رفتی؟ نپرسیدم چیزی شده؟ نه چیزی نشده. مگه کار ما نیست؟ میام سر میزنم دیگه، طبیعیه. و چی؟ مرد براک جانم. این با تو هر کاری کرد، هر چی که گفت میای به من میگی. خوب حواستو جمع کن، فهمیدی؟ قبل از اینم بگم، مگه قبل این چی شده؟ صبح قهوه سازمون خراب شده بود، با قهوه ساز اومد، دستش در نکنه بهمون هدیه داد. یکی şeyi hatırlıyor musun؟ سوران چینی بالا آورد و یادته؟ ببخشید. باباته؟ چطوری میتونم فراموشش کنم؟ چطوری؟ پویراز خوش اومدی. بیا بشین داداش. تو کجا میری؟ یه چیز شخصیه، لطفاً اذیتش نکن. تو خوبی؟ به هر حال موضوع رو عوض کنیم. آره عوض کنیم. با تو بچه ها یه چیزایی گفتن، خوشحال میشم که تکرار نشه. دستگاه قهوه سازو میگی؟ میدونم یکم اغراق کردم، ولی خب از اینجا خوشم اومده بود. خواستم اگه بشه یه کادویی بخرم. تو همش به کارکنای ما هم انعام میدی، 100 لیر 50 لیر. خودت میدونی دیگه، پول اصلی از انعام در میارن. به نظرم خیلی هم بچهای خوبی هستن. نه اونا به اندازه کافی حقوق میگیرن، تو نگران نباش. بوراک دوست صمیمی منه و مرد هم جلوی چشمم بزرگ شده، برای همین من کسی رو گشنه نمیذارم، نگران نباش. واقعا تو چرا همش به همه پول میدی؟ باشه رئیس، از این به بعد تکرار نمیشه. هرچی تو بگی. فکر نمی کردم کار اشتباهی باشه. نمیگم کار اشتباهیه، کار اشتباهی نیست. موضوعم انعام دادن نیست. موضوع اینه که تو هدف دیگه ای داری. دیروز سوسیس، امروز قهوه ساز. خدا میدونه از این به بعد چی کارا میکنی. نه هدفم چی میتونه باشه پویراز؟ واقعا از این حرفت خیلی تعجب کردم. پویراز، من برم حسابمو پاس کنم. یکم تو اتاقم استراحت میکنم، بعدش میبینمتون. پویراز، از اینکه سوء تفاهم پیش اومده واقعا ناراحت شدم رفیق. با دقت بیشتر رفتار میکنم. روزتون بخیر.
ببینم تو خوبی؟ اون چیزی گفت اذیت شدی؟ نه ربطی بهش نداره. پس چرا حالت اینطوری حزیران؟ بیخیال، اون دیگه به زودی از اینجا میره. چند روز بعد میره، ولی مگه نگفته بودی 2 ماه میمونه؟ باشه دیگه پویراز، بیخیال. من یکم تنها بمونم. میگم میشه پیتزا سفارش بدین، یه غذای کثیف بخوریم و بریم فیلم تماشا کنیم؟ ولی من امروز نمیتونم بیام، باید برم مغازه. امروز اونجا نبودم. چرا من همش حس میکنم که داری کارو بهونه میکنی؟ نه بابا، چه بهونه‌ای؟ اگه باورت نمیشه خب بیا با هم دیگه بریم تا ببینی و باور کنی. نه، من امروز چیزی که باید میدیدم و دیدم. ببینم به ملیسا که حسودیت نمیشه. آلپر، من حتی به پرنده‌ای که دورتو پر میزنم حسودیم میشه. ولی یه مشکلی هست که من از حسودی خوشم نمیاد. امروز رفتارت با ملیسام خیلی بد بود. واقعا؟ اصلا متوجه نبودم. من ملیسا رو خیلی دوست دارم. فردا میرم از دلش در میارم. ببین دختر، ما از اون آدما نباشیم. فهمیدی منظورمو؟ از اونا که حسودی میکنه و بعضی چیزا رو منع میکنه چون حسودیش میشه، زندگی رو برای پارتنرش زندون میکنه. خب من قول میدم از اونا نباشم. ببین راستش منم نمیخواستم اونجوری بشم، فقط چون به کارم دیر رسیدم خیلی شرمنده شدم. بعد خواستم از دل ملیسا در بیارم، حتی براش رفتم یه کادوی کوچیک خریدم. ولی وقتی اومدم نهیر بهم گفت با آلپر رفتن بیرون. من یکم چیز شدم، حس کردم منو راه ندادین. یعنی چی؟ کی؟ چرا تو رو راه نداده ها؟ واقعا جدی میگی؟ البته. خیلی خوب، بهتره فراموشش کنیم. میگم مگه ما تو ماهای اول رابطمون نیستیم؟ خب یکم تنها باشیم دیگه. باشه ولی جون تو الان خیلی فکرم پیش مغازه است. باشه یه وقت دیگه ها؟ باشه، ولی اگه زود تموم شد بیا. یا باشه بهت خبر میدم. منتظرم. پس فعلا. حاضران چی کار میکنی؟ از دور شبیه چیه؟ چته؟ حرف بزن ببینم چرا ناراحتی؟ از دریا متنفرم. چرا؟ چون بابامو از من گرفت. وایسا آروم باش بشین. ولم کن. گفتم بشین. آروم باش. نخواستم بهت بگم، هنوزم نمیخوام، چون نمیخوام اون اتفاقو به تو هم یادآوری کنم. تو ماجرای باباتو برام تعریف کرده بودی که با کشتی رفته بود. پویراز یه اتفاق سر جفتمون اومده، یه بلا سر بابای هر دومون اومده. حاضران میتونی به من بگی؟ من بهت گوش میدم، دلداریت میدم. امروز 15 سال قبل امروز بابای من گم شد. من هر سال به فکرش بودم،
هر سال به یادم میافتاد. هیچ وقت فراموشش نمی کردم، اما برای اولین بار امسال فراموشش کردم. بابای من دریا رو خیلی دوست داشت، کشتی رو خیلی دوست داشت، عاشق گردش بود. با هم میرفتیم میگشتیم. حتی یه بار اسم منو تو کلاس بادبانی هم ثبت نام کرده بود. ما خیلی خوشبخت بودیم، آرامش داشتیم. اما بعدش کاراش خراب شدن. میونش با مامانم هم خوب نبود، به مشکل برخورد. گشت و گذار با کشتی کاری بود که همیشه با بابام میکردم. مامانم زیاد با ما نمی اومد. من برای اینکه خوشحالش کنم اصرار کردم بریم با کشتی بگردیم. رفتیم. بابای من غواص بود، دریا رو دوست داشت. عاشق این بود که از صدف برام گردنبند درست کنه. اون روزم رفتیم بگردیم. حالش خیلی بهتر شده بود. به هم گفت بهترین گردنبند رو برات میسازم. لباسشو پوشید و آماده شد که بره. رفت شنا کنه. دیگه بیرون نیومد. من وسط دریا داد زدم. هیچکی نبود. صدایی نمی اومد. بابام نبود. تنها موندم. بعدش منم دنبالش پریدم تو دریا. شنا کردم، همه جا رو گشتم، سعی کردم بابامو پیدا کنم، اما نبود. از اون روز 15 سال میگذره و بابام نیست. ببخش منو. خیلی زمان گذشته. آره الان حالم بهتره، اما چون یادم رفته بود از دست خودم شاکی بودم. نمیخواستم به یاد تو هم بندازم. نه من مشکلی ندارم. حاضران، من امشب تو و دریا رو آشتی میدم. نه نمیخوام. نه حاضران بیا. پویراس واقعا نمیتونم. پویراس نه، به خاطر بابات. نه تو رو خدا. بابات مطمئن نمونم میخواست اینطوری بشه. میگی عاشق دریا بود. ببین اگه زنده بود اونم میخواست اینطوری بشه. زود باش. نمیتونم پویراس. حاضران میتونی. من کنارت میمونم، نمیذارم چیزی بشه. مطمئن باش. پویراس لطفاً ول کن. نمیتونم تو رو خدا. حاضران به هم اعتماد کن. بیا. پویراس نه. من پیشتم، اصلا نترس. پویراس بیا. زود باش، تو میتونی.
بیا. پویراز لطفاً. واقعا نمیتونم. حاضیران پویراز گوش بده. نمیتونم. حاضیران نگام کن، به هم اعتماد داری؟ نمیتونم. حاضیران منو نگاه کن، به من اعتماد داری؟ من اصلا ولت نمی کنم، من پیشت میمونم. زود باش، به خاطر بابات. زود باش، بیا. پویراز زود باش، میترسم. نترس، من پیشتم. بیا سمتم، بیا. داره عمیق میشه. پویراز باشه رسیدیم دیگه. باشه لطفاً بیا سمت من. لطفاً. من میام پیشت. من هیچ وقت ولت نمی کنم. باشه باور کن. قول بده. قول میدم هیچ وقت ولت نمی کنم. الان خوبی؟ خوبه که هستی. تو هم خوبه که هستی. فعلم نکن. هیچ وقت ولت نمی کنم. هیچ وقت. هیچ وقت. شما چقدر شیرینی. من شما رو نمیخورم؟ کفترای عاشق ها؟ ولی حیف، واقعا حیف. شما فکر میکنین که خوشبخت میشی، تا آخر عمر با شادی زندگی میکنی مثل قصه ها. نه بابا، یعنی خوشبخت شدن انقدر آسونه؟ خب بچه ها، خبر بدی براتون دارم. من خبر بد منم عزیزان. نمیذارم روز خوش ببینین. تا اون موقع شب بخیر، خواب خوش ببینین. کتاب میخونی؟ نه کتاب نمیخونم. یه جمله رو 100 بار میخونم. تو با ارزش‌ترین دارایی من تو این دنیا هستی. اینو میدونستی؟ احتمالا بعد زینب خانم. در حال حاضر که زینب خانم با ارزش‌ترین داراییته. اینجوری نکن. تو یادگار مادرت هستی. وقتی تو رو غمگین میبینم دلم آتش میگیره. نه، تو عروسی که میرقصیدم. ایدیل، تنهایی خیلی سخته. تو اینو داری به من میگی؟ آدم یه همسر میخواد، کسی باید باشه که به زندگیش معنا بده، اون بتونه مقابل سختی ها طاقت بیاره. دخترم بله، بعضیا برای پیدا کردن اون همسر سالیان سال منتظر میمونن، ولی بعضیا ماشاءالله خیلی زود پیداش میکنن. تو فکر میکنی صبر نکردم؟ من سالیان سال منتظر زینب بودم. منظورم مادرت نیست. مادرت خیلی با ارزشه.
هیچ کسی رو نمیشه باش مقایسه کرد. ولی میدونم دخترم، حس میکنم زینب حال منو خوب میکنه. اگه اجازه بدی حال تو هم خوب میکنه. وای بابا، تو رو خدا حاضیران رو نمیبینی؟ از روزی که اومده تو این جزیره آرامش نداریم. این زن اون دختر رو بزرگ کرده، چه انتظاری داری؟ به نظر چه انتظاری دارم؟ تو هم خوب میکنه. عشق همه چیزو حل میکنه. نه پدر من، عشق هیچی رو حل نمیکنه. اگه به خوبی حل نشه به زور حل میشه. همه اینو میبینن. خیلی سردته؟ بهتره تا بیشتر از این سردت نشده برسونمت. تو منو خیلی خوشحال میکنی. من نمیتونستم با کسی به جز تو از پس این ترس بر بیام. میتونی به من اعتماد کنی همیشه. میتونم. تو هم همینطور. از اون موضوع رد شدیم، درسته؟ اونا دیگه تموم شدن. پویراز، ستاره دنباله دار رو دیدم، خیلی خوشگله. وای از دستش دادی، نگاه کن. باشه بازم دوباره میاد. این که هر لحظه اتفاق نمیفته پویراز. چرا از دستش دادی؟ دیدی یکی دیگه رد شد. دیدم. تو چرا همه چی رو میدونی ها؟ خوششانسم. من آرزو کردم، تو هم کردی؟ مدت زمان زیادیه که من یه آرزو دارم. چیه؟ نمیگم، چون اگه بگم بهش نمیرسم. تو که این چیزا رو باور نداری. تو چی؟ تو آرزو کردی؟ معلومه. چه آرزویی؟ من نمیگم، چون که باور دارم. یعنی حد زدن درباره این که چه آرزویی کردم نباید زیاد سخت باشه. این کارو بکنیم، آرزوامون رو روی کاغذ بنویسیم، بعدش وقتش که رسید اونا رو به همدیگه نشون بدیم. نظرت چیه؟ تو جدی میگی؟ آره جدی میگم. مگه چی میشه؟ یعنی مثل یه بازی کوچیک میشه. به نظر هیجان انگیز نیست؟ خوبه باشه، میرم قلم و کاغذ بیارم.
نوشتی؟ خیلی وقت نوشتم. انقدر کوتاه بود؟ آره. واسه منم همینطوره. جدی؟ آره. خوبه. وقتش که برسه میبینی. وقتش که برسه تو هم میبینی. میبینم. ببین بهم قول بده زودتر از وقتش نباید بازش کنی و نگاه کنی. قول میدی؟ اینا رو قایم میکنیم؟ آره معلومه که قایم میکنی. خوبه. میدونی که من وقتی قول بدم پای قولم میمونم. تو اینو به خودت بگو. منم نگاه نمی کنم. قول میدم. باشه پس مشکلی نیست. نه. اینجا میمونیم؟ باشه پس مخفیش میکنیم. زود باش. تو از اون طرف برو من از این طرف. بریم. پنج دقیقه دیگه بمونی. من نمیخوام امشب تموم بشه. ولی تو سردت شده. بیا تو رو برسونمت خونه. ما همیشه اینجوری میمونی؟ چطوری؟ یعنی اینطوری خیلی دور، خیلی نزدیک، خیلی نزدیک اما خیلی دور.
تو دوست داری چطوری باشه؟ اینجوری بهتره. اینجوری بهتره. اینطوری. بفرمایید. بیایی دل جان، خوش آمدی. سلام عمو یاسین جون. چطوری؟ ممنونم. تو چطوری؟ بفرمایید. خب کی توی بیمارستان شروع به کار میکنی؟ در واقع به این زودی ها نمیام. میدونی که همیشه به پرستاری مثل تو نیاز داری. خیلی ممنون، ولی شاید یه روز بیام. خب تعریف کن ببینم. گوشم با توه. چه مشکلی داری؟ راستش من یه مدت خیلی بیحالم. تا حالا اصلا این حالو نداشتم. صبح خیلی سخت بیدار میشم. بعضی وقتا دست و پام سست میشن. حتی حالم هم به هم میخوره. فهمیدم. باشه چند تا آزمایش برات مینویسم. باشه البته. زینب گفت میخواین حرف بزنین، ولی موضوع دقیقاً چیه؟ من نتونستم متوجه بشم. موضوع بابام خیلی بهتون سلام رسوند. اومدم اینو بهتون بگم. سلامت باشم. باباتون کیه؟ اهل جزیره هستی؟ نه من اهل جزیره نیستم، ولی بابام اهل آداناست جناب. اهل آدانا جناب. خب نشناختم. نتونستیم بشناسی؟ جناب عمرانی. جناب عمرانی بابای شما هستن؟ آها فکر کنم الان شناختی. ها یعنی همه بابای شما رو میشناسن، ولی علیک سلام بگیم یعنی آقای جنابو میشناسن، ولی بنده شخصا نمیشناسمشون، وگرنه ایشون خیلی مشهور هستن. امیدوارم اصلا نشناسید. چی؟ منظورم شخصنه. ایشون از ما چی میخوان ها؟ اگه کاری از دست ما بر بیاد خب سعی میکنیم که کمک کنه. یه ثانیه. خوبه؟ آها. لبخند بزن. ولی لبخند نمیزنی. لبخند بزن. آها. آها. خب با شهردارمون راجع به جزیره حرف زدیم. قرار اتفاقات خوبی بیفته. چی کار کنین؟ پیگیر باشین. آها عالی شد. میشه کولر رو روشن کنین؟ ممنونم. منظورتون از اتفاقای خوب که یکم پیش گفتیم؟ ببین بازاریا درباره سطلای زباله شکایتی داشتن. حتما شنیدی؟ بله البته متوجهم. این تابستون گردشگر زیاد اومد، واسه همین کافی نبودن. ما هم تا وقتی بودجه کافی رو بگیریم به امید خدا. الو داداش ابراهیم چطوری؟ منم خوبم. کشش نده. اول به حرفای من گوش بده. من ازت یه درخواست فوری دارم.
15 تا کافیه. زیاده. الان تمام کاروبار رو ول میکنی. برای من سریع 20 تا سطل زباله میفرستی. مبلغشو بگو، من فوراً برات میفرستم. ولی من اینا رو برای فردا میخوام. میدونم که تو از پسش برمیای. من برای دادن جزئیات بهت زنگ میذارم. باشه؟ باشه، میبینمت. بای بای. بای بای. میشه کولر رو خاموش کنی؟ خیلی ممنونم. وقتی هوا سرد میشه منم اذیت میشم. بدنم حساسه. آقا باتو خیلی ممنونم، اما البته ما فعلا حرفی برای زدن نداریم، درسته؟ تو جزیره حرف میزنیم. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و مزاحمتون نمیشم. اگه گرم شد میتونیم کولر رو روشن کنیم. هوای خنک خوبه، درسته؟ میشه لطفاً گلیوان آب خنک برای آقا لطیف بفرستی؟ میدونم از دستم عصبانی. من بهت چی بگم بیلیجیک؟ یعنی درسته کاریو که اینجا داشتم و نتونستم درست انجام بدم. بهتره من اصلا اذیتت نکنم و استعفا بدم. کی شروع به کار کردی که میخوای استعفا بدی حالا؟ حق داری اینا رو بگی. دیروز آلپر گفت باهات بد رفتاری کردم. ملیسا، من خیلی ناراحت شدم. باور کن قصد بدی نداشتم. نه، بد رفتاری نکردی، نرمال رفتار کردی. احتمالاً فکر نمی کنی که رفتار نرمالم این باشه. من نمیدونم چه فکری کنم بیلیجیک. ببین، میدونی من در واقع آدم بدی نیستم، جدی میگم. یعنی تو دوستی آدم خوبیم، ولی متاسفانه وقت نشد اینو بهت ثابت کنم. همه که مجبور نیستن با هم دوست باشن. تازه تو دوست حاضران هستی. آره، اما من و اونم خیلی وقت نتونستیم بشینیم درست حسابی با هم حرف بزنیم. این جزیره ما رو از هم جدا کرده. هممون درگیر یه مشکلی شدیم. چه مشکلاتیم؟ ملیسا، من دارم باهات درد دل میکنم. چرا اینجوری با هم رفتار میکنی؟ بیلیجیک، میخوای بهت چی بگم؟ از روز اولم از من خوشت نمیومد. من خیلی تلاش کردم ولی تو اصلا اینا رو نمیبینی. چرا نباید دوستت داشته باشم؟ یا اصلا چرا دوستت داشته باشم؟ اصلا معلوم نیست کی کیو دوست داره. باشه، پس من دیگه میرم. به خاطر زحمتایی که تا الان کشیدی. اینو از قبل آماده کرده بودی؟ صبح بخیر. نه، اگه به هتل میری منم بیام. نمیرم، کار دارم. باشه. زود باش، بپرس. کجا داری میری؟ یادته گفتم روغن زیتونا رو فروختم، اونا رو باید تحویل بدم. باشه، پس میبینمت. دوست داری که بیای؟
طرف به خاطرت میمیره، تو خواب و رویا 6 شب تا صبح خوابش نمیبره، میگه به خاطرش جون میدم. نه عزیزم، همچین حرفایی نزده. تازه گلکمی حرفا زشته ها نگو. دهن منو وا نکن تا بگم چی زشته چی نیست. قراره با هم یه شام بخوریم، مگه چی میشه آخه ای بابا؟ 2 ساعت از زندگیمو. وای 2 ساعت؟ من میدونم چی کار میکنی، میری جلو تلویزیون تخمه میشکنی، فقط همین. اینه جوق تنهایی. نگاه من نمیفهمم، ندیدم. ببین همه چی اونجا هست، کیک ها، آلوچه ها. چی بخریم؟ برای مربا بگیرم؟ مربا درست میکنی؟ باشه، یکم از اینم بگیریم. من الان میام. خب باشه، آلوچه هم بده، 1 کیلو آلوچه بده. خیلی زوج باحالی هستن. فکر کن حدود 40 تا 45 ساله که ازدواج کردن. ورودی روستا یه رستوران کوچیک دارن، با هم اونجا رو مدیریت میکنن، اونجا با هم غذا درست میکنن. احتمالاً واسه همینم این روغن زیتونا رو خریدن. چقدر باحال. من اصلا باهاشون آشنا نشدم، اما تو جزیره همه میشناسنشون و برای عشق واقعی اینا رو مثال میزنن. خیلی همدیگر رو دوست داشتن و همه بهشون حسادت میکردن. یعنی فکر کن این همه سال گذشته، 40 سال، و بعد 40 سال هنوز همدیگر رو اینطوری دوست دارن. دیگه کافیه، این همه سال تحملت کردم، دیگه کافیه. بابا این بشقابا قدی میان دلت به حال بشقابا بسوزه. تو به من دروغ میگی، تو بی خبر از من و زمین و فروختی. قسم میخورم طلاق میگیرم ازت. جرأت داری طلاق بگی ببینم. سلام، ببخشید مزاحم شدیم، اما خوش اومدی پسرم، خوش اومدین، بفرمایید. آی این چیزا رو اینجا بذارید. بیا دخترم، بفرمایید. فاطمه تو این چیه؟ تیر عروسه. به قلب زندگی میبخشه. چه خبره؟ یکم دیگه میایم. خب کی میاد؟ نمیخوای سلما رو برای شام دعوت کنی؟ خب من؟ نه من. ها؟ یعنی خب معلومه که بالاخره میخوام. بالاخره؟ میتونیم اینطوری بگیم عاشقش هستی. ببین چقدر خوب شد، تیر واقعا اثر کرد. ببین من همه چی رو ردیف کردم. خب فقط کافیه با سلما حرف بزنی، تو فقط اونو دعوت میکنی به شام. خب من بهت اعتماد میکنم فاطمه عزیز دلم. اون به من دروغ گفت، بار تو آسین پرورش دادم. بابا دروغ نگفتم، سعی کردم حقیقت رو بگم. بین این دوتا فرقه. چه فرقی میکنه؟ بذار من توضیح بدم بفهمی. این کارو بکنیم، دونه دونه حرف بزنیم. باشه اول از عمو شروع میکنیم. عمو زود باش حرف بزن، تعریف کن، گوش میکنیم. بدو. عمو جان تو واقعا چی کار کردی؟ بابا ما زمینی داشتیم، قیمت خوبی دادم، منم فروختم، ولی به خانم نگفتم. پس خاله حق داره عزیزم، یعنی دروغ وارد کار شده، حق داره. یه بار گفتم، والا تو سالا فقط یه بار گفتم. واقعیتو بگم دیوونه میشه، ترسیدم بگم، اعصاب نداره. اما خیلی خیلی پشیمون هستی مگه نه عمو جان؟ بابا پشیمونم مگه میشه نباشم؟ من میخوام اون ناراحت باشه، آخه زنمه. حق داشته عمو، حق داره، مجبور بوده بگه چی کار کنه. مجبور بوده، ولی پشیمونی به دردی نمیخوره. درسته خاله؟ زنده باشی پسرم. اما اینجا این مهم نیست که حرف بزنی رو به تفاهم برسین، نه؟ بله اولویت اول باید عشق باشه، صفا باشه. همینه، اولویت اول باید عشق باشه. ای بابا عشق هست، مگه من میگم نیست؟ ها فرزندم، مگه عشق نیست؟ هست؟ منم عاشقم. نیست؟ نیست؟ هست، عشق هست، مگه میشه نباشه؟ عشق هست. سلما چیه؟ بیا بریم اون مغازه. بیا. گرگم
چیه این دختر دبیرستان یا قیافه میگیریه؟ بیا بریم بهش سلامی بدیم. بیا بابا داره میبینه اونجاست. بیا سلما جون بیا نگاش کن. نگاه آها رسیدی. سلام سلما جان، خوش اومدی. علیک سلام فاته. ما آمده بودیم غذای گربه بخریم. تو گربه داری؟ نه ما غذای حیوان دوست داریم. دیوونه ایم، شبا غذای حیوان خیس میکنیم میخوریم. واسه گربه‌های خیابونی میخواد دیگه. ای بابا این چه سوالیه تو میپرسی؟ البته غذای خیلی خوبی هم داریم. با طعم گوشت مرغ هم داریم، با طعم ماهی. جون تو خیلی خوشمزه است. عشق هست عزیزم. من این مرد رو دوست دارم، ولی قلب یه بار بشکنه نمیشه درستش کرد. ای بابا خانم تو هم آخه. براو خاله، واقعا دمت گرم. این کارا اما اگر نداره، دروغ وسطه. منم عاشقم. اون زن منه، چند سال زن منه. دمت گرم عمو، دمت گرم. همینه، مشکل حل شد. وقتی مشکل با حرف زدن حل میشه چقدر همه چی راحت میشه. تموم شد. دخترم اصلا به این راحتی ها نیست. حالا که اشتباهی کرده باید مجازات بشه. خاله قطعا همینطوره، موافقم. مجازات میشم، راضیم. فقط این وضعیت تموم شه. حالا تموم بشه عمو، به نظر منم تموم بشه بره. مجازات هر چی باشه منم بهت کمک میکنم. حله. حالا که اینطوره باید کارای نیمه تموم حیاتو خودت تموم کنی. تو این گرما. زیر آفتاب. آره زیر آفتاب. مشکلی هست؟ ببینم تو کدومشو دوست داری؟ یعنی تو زندگی خودت؟ نه من اهمیتی به این چیزا نمیدم. هرچی میخورم ولی ماهیو خیلی دوست دارم. یعنی غذای حیوان با طعم ماهی بدم. فاتح جون منظورش غذای حیوان نیست، منظورش یه چیز دیگه است. شاید منظورش غذای مخصوص سرآشپز باشه. باشه. میخواستم بگم که اگه موافقی اجازه میدی تو رو شوم دعوت کنم با هم یه ماهی مفصل به بدن بزنیم و همونجا راجع به گربه ها یه اختلاط فنی بکنیم. آره بابا بیخیال گربه ها شدی که تو هم. گرکم جون چطوره تو بیرون منتظر بمونی؟ روز خوش. یعنی معلومه که ما میشه با هم دیگه دوستای خوبی باشیم و با هم بریم رستوران شام بخوریم، چون که من شبا گرسنه نمیشم. یعنی شبا این آدمای نرمال غذا میخورم. میتونیم با هم دیگه بریم یه جای چیزی بخوریم. آره باشه. منم شبا خیلی گرسنم میشه جون تو. شبی که جفتمون گرسنیم با هم بخوریم. ماهیو میگم. باشه پس غذای گربه اونو وقتی دیدمت ازت میگیرم. های اینجوری به ریشه بری، تهشم بری. یکم دیگه. به چی نگاه میکنی؟ کار کنین. دارم میبینم کیفتان کوکه. ماشالله کوکه. ما خیلی خوبیم. لیمونادم خیلی خنکه. عالی. پویراز جون خوب تماشا کن دیگه، نمیتونی همچین صحنه‌ای ببینی. من صدای تو رو نمیشنوم، تو ادامه بده. میگم خوب تماشا کن. بی خیال بابا، من دارم با کی حرف میزنم. به چیزی احتیاج نداری؟ خدا ازت راضی باشه یه لیوان آب خنک بده بهمون ببینی. خب خونه اونجاست، بریم برداری. ای توبه استغفرالله. میخندی؟ خنده داره؟ بچه برو. عاشقانه ترین و رومانتیک ترین صحنه خرید غذای گربه بود که تا حالا دیدم. ساکت شو گرکم، ساکت شو وگرنه میکشمت. من چطوری اینا رو به نهیر بگم هان؟ دارم خودمو توی درد سر میندازم. را بیافت. بریم. اما کاش تو هم دروغ نمیگفتی دیگه. تو چی کار کردی؟ همین کارو کردم. خانم من خیلی زرنگه، انگار همسر تو هم دست کمی از اون نداره. یعنی عمو جون راستش اون شوهرم نیست؟ نه بابا شوهر توه. من دیدم چجوری نگات میکنه. عاشقته. برو بگیرش، درنگ نکن، باور کن. جدی میگی؟ برای تو خوشحال شدم. میدونی چرا خاله؟ یه دختر خوشگل و خوب پیدا کردی. نه خاله، تو اشتباه متوجه شدی. من و حاضیران. بی خیال.
دیدم چجوری بهت نگاه میکنه، تا هم بهش احساس داره. امیدوارم سال دیگه این موقع تو عروسیتون برقصم. به خاطر همه چی خیلی ممنون. عزیزم بازم میبینمت. خیلی ممنونم. بازم بیاین این برا. میاین. خدا نگهدارتون. روز خوش. خدا. خیلی آدمای باحال و شیرینی هستن. من خیلی روز خوبی گذروندم، یعنی با بقیه روزا متفاوت بود. برای اولین بار یه روز خوب بدون استرس رو گذروندم. ممنونم. خواهش میکنم عزیزم. این چه حرفی؟ پویراز، منو بخشیدی، درسته؟ لطفاً. من خیلی نیاز دارم که اینو بشنوم پویراز. خودت دیدی که وقتی حرف بزنی به توافق برسی، واقعا از دل طرف مقابلت با خبر باشی، وقتی عاشق باشی همه چی راحت تر میشه. باشه. چی باشه؟ Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim mütellik, yan yatar kelimeler cümlelerde evrik. Susar bütün müzik artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. تو رو بخشیدم. Gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. ایدیل جان، نتیجه آزمایشت اومد. یعنی باید کمی با تو حرف بزنم. راستش اصلا انتظار همچین چیزی نداشتم. الان یه همچین وضعیتی هست. سلام داملا خانم. خب من و کادر درمان در این مدت همیشه کنار تو میمونیم. به مراکزی که لازمه زنگ میزنیم و خودم هم شخصا بهت اطلاع میدم. باشه، خیلی ازتون ممنونم. بلا به دور باشه. به امید دیدار. بفرمایین نوشه جون. نوش جونتون. خیلی ممنون بهترین دوستم. چه خبرها؟ خوبم. میگم چرا دریا نمیرین ها؟ تازه غذا خوردم، بعدن میرم. خب اینجوری گرمتون نمیشه؟ گرمه نه؟ خیلی گرمه. میگم همه دارن آفتاب میگیرن، شما چرا لباستون رو در نمیارین آفتاب بگیری؟ چرا لباسمو در نمیارم؟ سوال خوبیه. چرا لباسمو در نمیارم؟ چون که لباسمو دوست دارم. هر کسی یه اخلاق عجیبی داره. دقیقا اخلاق منم اینه. لباسمو در نمیارم. به نظر چرا؟ هیچ، یه دلیل مزخرف دارم. اخلاق عجیب. خود دانی. بهترین دوستم، مراقب خودت باش. ببین ازت چی میپرسم. پویراز امشب به هتل میاد؟ احتمالاً بیاد. چرا پرسیدی؟ هیچی، یه سوال مسخره پرسیدم. اخلاق عجیب. خیلی باحالی. خودتی.
الان چی کار میکنی؟ چند تا کار دارم، حلش میکنم، بعدش میرم هتل. تو چی؟ باشه، پس شب منم میام. خب با هم بریم. خوبه. باشه. یا اینکه اونجا ببینمت. باشه. چیزی شده؟ حالت خوبه؟ نه چیزی نیست، خوبم. یه چیزی شده؟ زود باش تعریف کن. نمیخوام حرف بزنم. مزخرف نگو. واقعا نمیخوای به هم بگی؟ نمیتونم بگم، واقعا نمیتونم. آیدیل یالا زود باش بگو. چیزی نیست که بخوام به کسی بگم. نمیفهمی؟ نمیتونم اینو بگم. چیزی نیست که بخوام به هر کسی بگم. کسی نباید بدونه. خیلی خوب میدونی تو این وضعیت تنهات نمیذارم، درسته؟ زود باش بگو ببینم مشکل چیه، حلش کنیم. نمیشه حلش کرد، نمیشه. تو نمیفهمی. ببین، به من نگاه کن. زود باش. بیا اینو بگیر، شاید بفهمی. این چیه؟ اینو من نمیفهمم. مشکلی هست؟ زود باش بگو. آره یه مشکلی هست، یه مشکلی خیلی بزرگ. من مریضی سختی دارم. سلام. تو هم از دستم عصبانی هستی؟ پویراز تو رو بخشیده؟ بخشید؟ پس منم بخشیدمت. من خوشم نمیاد چیزی تو دلم نگه دارم. یعنی هر بلایی سرم اومده به خاطر حرفایی بوده که تو دلم نگه داشتم. واسه همین باید پیش رفت و همه چی رو گفت. باشه، اما ما نمیتونیم این کارو بکنیم. همیشه وارد راههای سخت میشیم، همیشه با کنایه حرف میزنیم. چون حرف زدن کار سختیه. همیشه خودمونو گول میزنیم، حتی کارامونو به تأخیر میندازیم. اما آخه تا کی؟ تا وقتی که بترکیم. من ترکیدم. منم ترک برداشتم. ببین، من دیشب یه خوابی دیدم. یه خوابی بود که همه حرفای ناگفته رو توش گفتم. انقدر راحت شدم که نمیتونم بگم. من اون خوابو هر روز وقتی بیدارم میبینم، ولی با کابوس تموم میشه. حاضران اگه این دفعه اینطور نباشه چی؟ تو امتحان نکنی باید از کجا بدونی؟ یعنی چی؟ یعنی چرا ما به خاطر جنگی که هنوز توش شکست نخوردیم ناراحتیم؟ درسته، تا نجنگیدیم از کجا بفهمیم؟ تو داری راست میگی. پس وقتشه. خیلی میترسم. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. نمیتونم به جز تو به کسی بگم. نمیخوام دل کسی به حالم بسوزه. نمیخوام الکی با هم خوب رفتار کنن. شاید اصلا خوب شدم. نه، شاید عاقبتم خیلی بد نباشه. معلومه که خوب میشی. ببین، به چیزای منفی فکر نکن. تو خوب میشی، مطمئن باش. آره منم امیدوارم، چون نمیخوام زود بمیرم. ببین مزخرف نگو دیگه. نمیخوام از این حرفا بشنوم. ساکت باش. باش، معذرت میخوام. احتمالاً اگه داروهایی که دکتر به هم داده بخورم خوب میشم، میدونم. اما اگه مدام مردم بخوان به هم یادآوری کنن نمیتونم تحمل کنم. یعنی چی؟ تو به پدرت و مادر بزرگم نمیگی؟ نه پویراز، اصلاً. خواهش میکنم به هم قول بده به کسی نگی. این به عنوان یه راز بین ماست. ولی ببین، اما نداره پویراز، اما نداره. هیچکی نباید بدونه، باشه؟
بودن تو برام کافیه. فقط کافیه تو کنارم باشی. قهوه حالمو خوب کرد. حال منم خوب کرد. پس چی کار میکنیم؟ چی کار میکنیم؟ میریم پیششون همه چی رو میگیم ماجرا از این قراره هر چی میخواد بشه. خب هر چی میخواد بشه. معلومه که بشه. راستی تو داشتی از کی حرف میزدی؟ بی خیال. وقتی اتفاق افتاد خودت میفهمی. تو خودت میدونی من دارم از کی حرف میزنم نه؟ میدونستی؟ همه میدونن تو در مورد کی حرف میزنی حاضیران. واقعا؟ پس بزن بریم. تا امروز نتونسته بودیم حرف بزنیم. خوب شد. خوشوقتم. منم همینطور. زود باش. پویراز چه خبر؟ بیا. امروز نتونستیم همو ببینی. چطوریه ای؟ خیلی خوب نیست. خیر باشه. چی شده؟ کمکی از دستم برمیاد؟ نه ممنون. من یه کمی کار دارم. بعدن حرف بیا میزنیم. میخوام یه چیزی بگم. بعدش برو به کارت رسیدگی کن. چطوره به این وضعیتی که بینمون هست یه پایانی بدیم؟ هیچ مشکلی بین ما نیست با تو. میدونم که بین ما یه مشکلی هست. اینم میدونم که دلیل این حاضیرانه. ببین بین شما یه چیزایی هست. این کاملا مشخصه. منم اصلا قصد ندارم اینو خرابش کنم. امیدوارم خوشبخت بشید. جدی میگم. من و حاضیران فقط دوست هستیم. یعنی درسته تو گذشته بین ما یه چیزایی بوده ولی تمام اینا توی گذشته موند. شب خوش. ببین خواهش میکنم به حرفم گوش بده. خب اون دختر خوبیه. واقعا خیلی پاکه. واسه همین میگم قدرشو بدون باشه. والا پدرتو در میارم. میگم خوششانسی متوجه این قضیه باش. چون که حاضیران خیلی خاصه. خیلی خوشگله و باهاش به آدم خیلی خوش میگذره. مهمتر از همه میدونی چیه؟ اون خیلی خوب میدونه مردی که تو زندگیش هست و چطوری خوشحال کنه. ببین اگه این اذیتت میکنه مجبور نیستیم دربارش حرف بزنی. دقیقاً. امیدوارم تو رو هم خوشحال کنه. چون که منو خوشحال کرد. به وقتش. یعنی زمان کوتاهی بود. با هم غذا خوردیم. تو خونه من فیلم تماشا کردیم. رقصیدیم. خوش گذروندیم. یعنی یه چیزایی رو تجربه کردیم. اون تمام ویژگیامو دیده و منم تمام ویژگیاشو دیدم. غیر ممکنه چیزایی که دیدیم و فراموش کنیم. ببین منو بهت 2 گزینه میدم. یا اون دهنتو میبندی یا اون دهنتو سرویس میکنم. ملیسا دنبالت بودم. چه خبر؟ ملیسا چیزی شده؟ چی شده؟ ها؟ نمیتونی بگی؟ خب میتونی نشون بدی ها؟ رئیس تو یه کمی آروم باش. من اینجا برات آرزوی خوشبختی میکنم و خوشحالم ولی تو عصبانی میشی و بدخلقی میکنی. یعنی چی کار کنیم ها؟ گذشته رو هیچ بشماریم؟ جوری رفتار کنیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ها؟ جوری رفتار کنیم انگار اون شبا وجود نداشتن؟ ساکت شو ببینم. ساکت شو.
یه جزیره آروم، یه زوج عاشق. چه چیزی میتونه بهتر از این باشه؟ پویراز. ولی زندگی اینه، همیشه روی خوشی بهت نشون نمیده. پویراز اگه باد باشه من طوفانم و همه چی میتونه با یه طوفان نابود بشه. پویراز تو چی کار کردی؟ پویراز چی کار کردی؟ پویراز چی کار کردی؟ بزرگترین هیله دشمن دوستیه که از خودشون نشون میدن. سلام، من بزرگترین دشمن شما و بهترین دوستتون با تو هستم. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.